اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام على خاتم النبیین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحامد الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي لتراب مقدمه الفداء. قال الحسين عليه الصلاة والسلام في وصيته إلى أخيه محمد بن حنفية: هذا ما أوصي به الحسين بن علي، إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. جاء بالحق من عنده وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإني لم أخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. میان پژوهشگران تاریخ و تحلیلگران تاریخ درباره حادثه کربلا تحلیلات و اظهار نظرهای گوناگون و فراوانی در هر عصر و هر نسلی وجود داشته و نویسندگان هم راجع به حادثه کربلا بالخصوص فلسفه قیام ابی عبدالله سخنانی گفتند و دیدگاه‌هایی را مطرح کردند. بسیاری از دیدگاه‌هایی هم که مطرح کردند تا حدود قابل قبول است و بعضی از دیدگاه‌ها شاید بخشی از اهداف امام حسین باشد، نه کل اهداف. اما بنده برای امشب که شب عاشوراست وصیت‌نامه امام حسین را انتخاب کردم که دیدگاه خودش و به قلم خودش و این وصیت‌نامه را به برادرش محمد حنفیه سپرد که در مدینه ساکن بود. محمد حنفیه از مادر دیگر بود، نه فرزند ام البنین بود و نه فرزند فاطمه زهرا. ای که در کربلا حضور نداشت به دلیل اینکه پایش فلج شده بود و نمیتونست حضور داشته باشد و شمشیر بزند. اما آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام برای ای که در آینده شفاف و روشن باشد که هدف از قیام حسین چی بوده، فلسفه قیام ابی عبدالله چی بوده، در وصیت‌نامه بسیار کوتاه و مختصر مطالب را می‌نویسه و به برادر خودش محمد حنفیه تسلیم میکنه. و برای اینکه بسیاری از مسائل را شفاف کرده باشد، بالخصوص طرز تفکر و اندیشه خود را و اینکه به چی مکتبی و به چی دینی و به چی مذهبی پایبندی داشته، اینها را هم بیان کرده. ببینید به طور بسیار ساده و به زبان روان عرض میکنم. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اینجا مطلب رو به این شکل شروع میکنن. میفرماید هاذا ما اوصی به الحسین،
این دست نوشته ای را که شما میخوانید اون چیزی است که امام حسین به عنوان یک وصیت نوشته الی اخیه محمد ابن حنفیه و به محمد ابن حنفیه داده. خب حالا چی نوشته در اینجا؟ امام حسین از اول که شروع میکنه میخواد خودش رو معرفی بکنه که من یک انسان موحد هستم. فردا نشه که یزیدیان بیاید ما رو به شهادت برسانه و بگویه که یک عده مسیحی یا یهودی یا اونهایی که از دین پیغمبر منحرف شده بودن اینها قیام کردن. کما اینکه بعدها این اتفاق افتاد و وقتی که اسرا را وارد کوفه کردن، وارد شام کردن، گفتن اینا خارجی هستن. خب هدفشون از این خارجی این بود که اینها بر علیه خلیفه زمان خروج کردن، اعتقادات دینی هم ندارن. در اینجا آقا ابی عبدالله میفرماید که به این شکل شروع میکنه ان الحسین یشهد انه لا اله الا الله. امام حسین یعنی حسین ابن علی شهادت میده که لا اله الا الله، الهی جز الله وجود نداره. من یک انسان موحد هستم، یک انسان یکتاپرست هستم. این یک نکته. نکته بعدی وحده لا شریک له، اون اللهی که یکتا و بی همتاست و شریک هم نداره. نکته اول. نکته دوم و ان محمدن عبده و رسوله. نکته دوم اینه که محمد عبده صلی علی محمد و آل محمد. این که پیغمبر عبد است برای خدا. اول واژه عبد به کار میبره، بعد میگه که و رسوله جاء بالحق من عنده، از طرف خداوند به حق مبعوث به رسالت شده. بعد میفرماید متوجه شده من لازم. بعد میفرماید که و ان الجنت حق، میفرماید اعتقادات خود رو بیان میکنه. اعتقادات خود رو بیان میکنه برای چیست؟ برای اینه که ما که خود رو پیرو امام حسین میدانیم، مایی که خود رو دوستدار ابی عبدالله میدانیم، مایی که خود رو شیعه او میدانیم، باید اعتقادات ما مثل امام حسین باشه، تفکر و اندیشه ما مثل امام حسین باشه، اهداف ما مثل امام حسین باشه. نمیشه که اعتقادات ما به جور دیگری باشد و ما خود شیعه ابی عبدالله بدانیم، ما خود را پیرو امام حسین بدانیم. میفرماید و ان الجنت حق، آی مردم بدانیم که بهشت حق است. یعنی اگر ما انسان نیکوکار باشیم، اعمال ما اعمال درست باشد، اخلاق ما اخلاق صحیح باشد، سرانجام ما به بهشت است که پیغمبر ما را به این بهشت و جنت وعده داده. و نار و حق، جهنمش و دوزخش هم حق است. یعنی قطعا حق به این معنا که وجود دارد، جهنم هم وجود داره. اگر انسان گناهکار بودیم، اگر متجاوز بودیم، اگر جنایتکار بودیم، جای ما به جهنم است. نمیشه که انسان نیکوکار را به جهنم ببرن و انسان بدکار را به بهشت بیارن. میفرماید که مشخصه که خداوند بهشت را برای چه کسی آفریده و جهنم را برای چه کسی. و ساعت آتیتون لا ریب فیها، قیامت هم آمده نیست. خیال نکنیم که قیامت نمیآید. قطعا قیامت برپا میشه و ان الله یبعث من فی القبور، و تمام انسان هایی که در داخل قبرهای خود هست همه اینها زنده میشن و در صحرای قیامت برای حساب و کتاب حاضر میشن. اونجا هر کسی بر اساس اعمال خودش پاداش خواهد دید. با گفتن یک صلوات بیشتر بشینید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک صلوات دیگه هم بفرستیم پیشتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
در تاریخ می نویسه که در یکی از مساجد بغداد جمعیت زیادی نشسته بودن منتظر آقای ابو سعید ابوالخیر که به سخنرانی کنه. ایشان وقتی که بر فراز منبر رفتن، یک کسی از پایین صدا زد، گفت جا خیلی زیق شده. از برادرها و خواهرها که شاید نبوده، از مردم خواهش کردن، گفتن که هر کسی که دوستای عزیز ما، هر کسی که یک قدم پیشتر بشینه مثلا خداوند گناهانشان را بیامرزه. بعد ابو سعید ابوالخیر که روی منبر تکیه زد، گفت من سخنرانی دیگری ندارم امروز، همین سخنرانی من، این حرفی که ایشان زد، آی برادرها، آی دوستا، آی مردم، آی مؤمنین، هر کدام شما در هر قسمت و بخشی از زندگی که هستین یک قدم به جلو حرکت کنید. منظورش این بود که ما باید هر روز که زندگی میکنیم یک قدم پیشرفت بکنیم، یک گام رو به جلو بگذاریم. امام صادق علیه السلام هم فرمود من ساوا یوماهو فهو مغبون، هر کسی که دو روزش مثل هم باشد، مساوی باشد، پیشرفت نکند، از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر معنوی، همیشه در جا بزنه، این آدم مغبونه، یعنی کلا سرش رفته، یعنی به اصطلاحی دیگه میدان رو باخته. در حقیقت یادم آمد که تکرم خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله یاد همه ما باشد، دو روزی ما نباید مساوی باشد، باید پیشرفت بکنیم و همیشه یک گام به جلو جهت سلامتی خودتون صلوات بفرستید. بعد از این که آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام میرسه به اینجا که شهادت به وحدانیت خدا میده، به رسالت پیغمبر میده، به حق بودن بهشت و جهنم و روز قیامت و حساب و کتاب و بعثت انسان ها از قبرها میده، اونجا اهداف نهضت و قیام خود را بیان میکنه. میفرماید انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. مردم بدانن، تاریخ بدانن، تحلیلگران بدانن، آیندگان بدانن که من برای خوشگذرانی قیام نکردم، برای ظلم و شرارت قیام نکردم، برای آزار رسانی و تجاوز و تعدی قیام نکردم، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جد. من قیام کردم برای ایجاد اصلاحات در بین امت جدم. من خواهش میکنم همین نکته را بهش خوب دقت بکنیم. امام حسین یک مصلح است، انسان مصلح اصلاح طلب است. انسان اصلاح طلب دنبال اصلاح جامعه خود میگردد. اصلاح جامعه هم زمانی است که در جامعه فساد ایجاد میشه. ما به عنوان پیرو ابی عبدالله آیا اصلاح طلب هستیم یا نیستیم؟ آیا ما دنبال رفع فسادهای اخلاقی، فسادهای اعتقادی، فسادهای معنوی که در زندگی ما پیدا میشه هستیم یا نیستیم؟ خود را در قبال این مسائل مسئول میدانیم یا نمیدانیم؟ ابی عبدالله میفرماید من برای طلب اصلاح قیام کردم، یعنی اصلاح طلب هستم. اصلاح طلبی به این معنا در هر جامعه‌ای قطعاً در حکومت‌ها، در بین سیاستمدارها، در احزاب‌ها، در تشکل‌ها، در اجتماعات، در خانواده‌ها، هر کدام اینها فساد خاص خودش را دارد. اونهای پیرو ابا عبدالله هستن که اصلاح طلب باشه، برای اصلاحات جامعه خود تلاش کنند. شما الان بیایید یک مروری داشته باشین. من کشور افغانستان رو مثال میزنم. در سرزمین افغانستان وضعیت فساد در جامعه به چی شکلیه؟ فساد اداری غوغا میکنه، فساد سیاسی غوغا میکنه، فساد نظامی غوغا میکنه. این طالبایی که این قدر به اصطلاح قدرت پیدا میکنه و شهرها رو جدیداً فتح میکنن، این چیه؟ فساد نظامی است. نظامیان ما فاسد هستند.
یا حداقل اونهایی که در رأس امور و به عنوان وزیر داره انجام وظیفه میکنه، وزیر دفاع یا جانشین وزیر دفاع، اگر اینها فاسد نباشن، چرا پس از به اصطلاح گذشت این همه سالهایی که نیروهای خارجی به افغانستان رفت، حالا میبینیم که به اصطلاح شهرها توسط طالبان فتح میشه، گروه‌های طالب و داعش پیدا میشه. خود اینمی که داعش در یک جامعه به وجود میآید یا تکفیری و وهابی در یک جامعه به وجود میآید، این فساد نیست؟ آیا فساد بالاتر از این که در اعتقادات یک عده فساد در او حد رسوخ میکنه که فرقه پیدا میشه به نام تکفیری یا سلفی یا وهابی که غیر از خودش نه شیعه و نه سنی را هیچ کسی را مسلمان نمیدونه؟ الان شنیدین دیگه، امروز داعشی ها ادعا دارن، میگن غیر از ما اصلا مسلمانی در کره زمین پیدا نمیشه، همگی یا بر مکتب و مذهب ما اقتدا بکنن و پیرو ما باشن، یا همه اینها کافرن، مشرکن و مهدور الدم هستند. و بر اساس همین اندیشه و بر اساس همین فساد اعتقادی است که امروز هزاران هزار انسان هم در سوریه، هم در عراق و هم در افغانستان کشته میشه و ممکنه در آینده این به اصطلاح فساد ریشه هایش در جاهای دیگر و کشورهای دیگر هم سرایت بکنه. خب این فساده. اگر واقعا ما در جامعه بشری، در جامعه اسلامی انسانهای اصلاح طلب نداشته باشیم، بالخصوص متفکرین ما، بالخصوص تحصیل کرده های ما، بالخصوص عالمان جامعه ما، این که عالم میگیم تنها منظوریم مثلا علمای دین نیست، اساتید دانشگاه های ما، نویسندگان ما، اونهایی که رسانه ها رو مدیریت میکنن، اگر نپردازیم به این مسئله اوضاع به همین شکل پیش خواهد رفت. و لذا اینه که اندیشه ابی عبدالله را ما در هر زمانی بهش نیاز داریم. امام حسین یک انسان اصلاح طلب هست، یک مصلح هست، مصلح دنبال فسادهای اجتماعی میگرده. وقتی امام حسین اشکال میکنه بر یزید که یزید شرابخوار هست، یعنی شراب به عنوان یک فساد در وجود یک رهبر جامعه رسوخ کرده، خواهش میکنم برادران عزیز، خواهران، صدای بنده را بشنوید. ببینید امام حسین وقتی که انتقاد بر یزید میکنه میگه یزید شراب میخوره، مشروب مینوشه. پس شرابخواری برخلاف مکتب پیغمبر است، برخلاف مکتب امام حسین، برخلاف اون دین است که امام حسین به او اقرار میکنه. اگر یک بچه شیعه میآید مشروب میخوره، این بدانه که این در خط ابی عبدالله الحسین نیست، این در خط یزیده. همیشه در طول تاریخ این دو تا خط وجود داشته، هم خط یزیدی بوده هم خط حسینی بوده. اونهایی که در اربعین ابی عبدالله راهپیمایی میکنن و بیش از 25 میلیون انسان از سراسر دنیا علی رغم تهدید داعش در کربلا حضور پیدا میکنن و پای پیاده از نجف به کربلا میآیند، اینها خب کسانی هستند که در خط ابی عبدالله هستند، علاقمند به ابی عبدالله هستند. اونهایی که به نام داعش و تکفیری دارن هزاران هزار انسان را میکشن، در یک دانشگاهی وارد میشن، جوانان رشید که تحصیل کردن یا تمام میکنن تحصیل خود را یا در شروف اتمام تحصیلات، اینا رو میان از یک کنار سر میبرن یا به اصطلاح تیراندازی میکنن، اینها رو میکشن. اینها مسلمه که همون یزیدی دیروزه که اینها در شام بودن و همون شمریست که در کربلا بودن، دیگه یزید بودن و شمر بودن که شاه و دو که ندارن. خط یزیدی و خط حسینی برای همیشه برقراره. اگر ما آمدیم در جامعه خود به نفع جامعه خود برای اصلاحات قدم گذاشتیم، پول خرج کردیم، حرف زدیم، تلاش کردیم، کار کردیم، بشیم طرفدار امام حسین. اگر خدایی نخواسته آمدیم به داعش و داعشیا و تفکر و اندیشه داعشی و تکفیری کمک کردیم، میشیم یزیدی دیگه، میشیم از طرفداران شمر. این خط همیشه است، در طول تاریخ هم بوده. و چرا اینها با اندیشه ابی عبدالله امروز مخالفن؟ امروز شما در رسانه ها میشنویم که اینا از روضه خوانی ما انتقاد میکنن، از سینه زنی ما انتقاد میکنن،
از برگزاری سیاه‌پوشی ما انتقاد میکنن، از مکتب امام حسین میترسن، چون مکتب امام حسینی که ما رو اینجا جمع کرده. الان در همین لحظه ای که بنده اینجا صحبت میکنم شاید در سراسر دنیا، در ایران، در افغانستان، در پاکستان، در دیگر، در عراق، در همین اروپا صدها مجلس و تریبیون به نام امام حسین روشنه و هزاران هزار انسان نشستن دارن با همدیگر تبادل افکار و اندیشه میکنن و از مکتب امام حسین درس میآموزن. اینها میترسن از مکتب امام حسین، اینها اندیشه یزیدی دارن. البته ما هم نباید آب به آسیاب دشمن بریزیم، ما هم نباید بیاییم در عزاداری های خود کار کنیم که چاقوی دشمن دسته پیدا بکنه بر علیه ما. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی که میفرماید اشهد ان لا اله الا الله، وقتی اونجا جد خودش رو میگه که عبده بنده خدا هست، چی رو میخواد بفهمانه؟ او روزخانی که میگه میایه به اصطلاح پشت تریبیون در جمعیت کثیر میگه رقاصم و رقاصه عباسم. بابا عباس رقاصه نمیخوایم، عباس رقاصه نمیخوایم. عباس نامش عبد صالح است، عبد صالح رو برای پیغمبران الهی به کار میبره. او کسی میتونه پیرو ابی حضرت عباس باشه، سینه زن عباس باشه که عبد صالح باشه، اهل نماز باشد، اهل روزه باشد، اخلاقش خوب باشد، رفتارش خوب باشد. زنی میتونه پیرو حضرت زینب باشد که با شوهر خود در خانه با نیکویی رفتار بکنه. ما باید از زندگی اینها درس بگیریم. اینها به عنوان یک سمبولند، به عنوان الگو هستند، به عنوان نمونه های زندگی هستند. اینا متدی است که ما بر اساس این متد باید حرکت بکنیم، بر اساس این الگو باید زندگی بکنیم. اینها در حقیقت نمونه های برای زندگی ماست. برای این نیست که خدای نخواسته سبک عزاداری ما طوری باشد که ما بیاییم چیکار کنیم؟ بهانه به دست دشمن بدیم. او کسایی که زنجیر به گردن خود میندازه در کشورهای اسلامی یا مثل کشور ایران و بعدش یک تعدادی او زنجیر رو میکشه و میگه که من سگ حسین هستم. حسین اصلا دنبال سگ و سگ بازی نیست. سگ بازی کار یزید است. او کسی که میخواد خودش سگ درست بکنه بهتره که خود منتسب به یزید بسازه، چون امام حسین یکی از اعتراضاتش این بود که یزید خود را خلیفه مسلمان ها میدونه، سگ بازی هم میکنه، میمون بازی و شادی بازی هم میکنه. امام حسین با سگ و سگ بازی سر و کار نداشت. امام حسین چی کسی میخواد؟ امام حسین عبد صالح میخواد. امام حسین انسان متدین میخواد. امام کسی میتونه مکتب امام حسین را احیا بکنه و پیرو این مکتب باشد که بیاید در کنار ابا عبدالله برای اصلاحات در جامعه خودش تلاش بکنه، نه که رقاصه عباس باشد یا سگ امام حسین باشد. امام حسین میخواد انسان تربیت بکنه در این جامعه. وقتی مهاتما گاندی میگه که در نامه‌ای برای دختر خودش منویسه در اواخر عمر، میگه من برای جامعه هندوستان هیچ کاری نکردم، تنها کاری که کردم اینه که نتیجه مطالعات من از زندگی و قیام امام حسین بوده، ما آمدم خدمت کردم برای جامعه هندوستان. صلوات اللهم صل علی آقای مهاتما گاندی دارای یک مکتب و مذهبی که مخصوص خودش از شیعه هم نیست، در کشورهای اسلامی هم زندگی نمیکنه. او از مکتب امام حسین درس میگیره. اون وقت ما رقاصه عباس میشیم. من خواهش میکنم، دیشبم از دوستان عزیز خود خواهش کردم، در سینه زنی ها لازم نیست خود را برهنه بکنیم. والله ثواب نداره. من به شما میگم گناه داره و ثواب نداره. اگر من شریعت را میفهمم بیشتر از شما، اعلام میکنم که برهنه کردن در مجلس امام حسین و سینه زدن امام حسین را دوست نداره، آقا ابوالفضل عباس دوست نداره، رقاصه بودن را دوست نداره، سگ بودن. میخوایم ما انسان باشیم، انسانهای با ادب. حتی سینه زنی ما با ادب باشه، رفتار ما با ادب باشه، همدیگر رو دوست داشته باشیم. این محافل برای اینه که ما اینجا یک محوری داشته باشیم به نام امام حسین. ما هر ساله 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه همدیگر رو ببینیم. وقتی که میبینیم به غم همدیگر، به درد همدیگر شریک باشیم، مشکلات همدیگر رو حل بکنیم، جز مصلحین جامعه باشیم،
بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. حضرت فرمود من قیام کردم که اصلاحات در جامعه در بین امت جد خود به وجود بیارم. خب اصلاحات رو ما از کجا؟ اگر امام حسین خودش انسان اصلاح شده نبود میتونست اصلاحات به وجود بیاره؟ امام حسین اول در خانواده خودی اصلاحات به وجود آورده بود. شاید یک بار این جمله را گفته باشم برای شما. بزرگی میگه که من میخواستم که در دوره کودکی میخواستم جهان را اصلاح بکنم. در دوره نوجوانی که رسیدم دیدم که تفکر اشتباهه. نیاز نیست من جهان اصلاح کنم، من کشور خود رو باید اصلاح کنم. وقتی که جوان شدم فهمیدم که نه این تفکرم اشتباه بوده. من شهر خودی که اصلاح بکنم کشورم اصلاح میشه، جهانم اصلاح میشه. کمی که باز بزرگتر شدم و پا به بزرگی به پیری رساندم متوجه شدم اون تفکرم اشتباه است. ما باید خانواده خود را اصلاح بکنم تا اینکه شهرم اصلاح شود و جامعه‌ام اصلاح شود و کشورم و بعدش به اصطلاح جهان. میگه حالا که رسیدم به پیری و بستر مرگ تازه فهمیدم همه این تفکرات اشتباه بوده. ما باید خود را اصلاح میکرد. وقتی خود را اصلاح کنم خانواده اصلاح میشه، جامعه اصلاح. اگر همه ما به همین حرکت اصلاح طلبانه امام حسین لبیک بگوییم که همه صدا بزنن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سینه زنی ثواب داره. گریه کردن برای امام حسین ثواب داره. ولی امام حسین ببینید، امام حسین آدم نمازخوان میخواید. در روز عاشورا ابو سمامه سیداوی در حین جنگ و جدل در ظهر عاشورا میایه به ابو عبدالله عرض ادب میکنه، میگه آقا جان وقت نماز فرا رسیده. امام حسین میفرماید خداوند تو رو از نمازگزاران قرار بده که ما رو به یاد نماز انداختی. به هوا که نگاه میکنه به افق میگه آری وقت نماز رسیده. روز عاشورا شما تصور بکنید. حالا تاریخ نقل میکنه که جبهه مخالف 30,000 نفر جنگجو داشتن. نمیدونم شاید 30,000 شاید 20,000 شاید 10,000. هزاران نفر جنگجو در مقابل اینها یک جمعیت بسیار اندک با زن و اولادها و اطفال خود. وقت نماز فرا میرسه. خود امام حسین نمیقدر به اصطلاح درک نمیکرد که حالا وقت نماز یا وقت جنگ. امام حسین جنگش برای نماز هست، اصلاح طلبیش برای نماز هست. نماز رو به سوی خداوند است. نماز ارتباط عابد با معبود است، ارتباط بنده با خداست. ما اگر نماز نداشته باشیم چرا 5 وقت نماز واجب شده؟ فلسفهش میدانیم؟ فلسفهش اینه که الان شما در همین کره زمین برای ما انسان ها خدا چی چیز رو بیشتر آفریده؟ چیزی که ما بیشتر بهش نیاز داریم او چیه؟ که در هر جا با ما هست. در خوابیم، در بیداریم، در سفریم، داخل موتریم، در بیرونیم. اکسیژن که یک سره باید تنفس بکنیم. ما اگر اکسیژن نداشته باشیم چند دقیقه میتونیم دوام بیاریم؟ چون به اکسیژن زیاد نیاز داریم خدا اکسیژن را فراوان آفریده. و از اون طرف این غذای چیست؟ اکسیژن در حقیقت غذای جسم ماست. یعنی ما میتونیم با این ادامه حیات داشته باشیم. حیات ما منوط و مشروط به اکسیژنه. حالا چیزهای دیگه هم نیاز داریم، یکیش همینه و این بیشتر از همه است. اما روح ما به چی نیاز داره؟ خدا ما را آفریده میفهمه روح ما به چی نیاز داره. روح ما به نماز، و لذا 5 وقت نماز بر ما واجبه. نشه خدای نخواسته ما از اون کشورها اینجا آمدیم بعد به هر بهانه‌ای که شده این نماز رو ترک بکنیم. خب اگر بنا بود که نماز 1 دفعه لازم بود خداوند 1 دفعه واجب میکرد. اما خداوند میدانه که روح این انسان به 5 بار نماز در طول شبانه روز نیاز داره و لذا 5 بار نماز رو بر ما واجب میکنه. شما امروز نگاه کنید، روزه سال 1 مرتبه واجبه. حج در تمام عمر 1 بار، اونم اگر پولدار باشیم، پیسه‌دار باشیم. زکات و خمس هم در زمان معین اگر پیسه‌دار باشیم. اما نماز همیشه بر ما واجبه. سالم باشیم، مریض باشیم، در سفر باشیم، در خانه باشیم،
حتی اگر نتونستیم ایستاده بخوانیم، نشسته بخوانیم، نتونستیم نشسته بخوانیم، خوابیده بخوانیم. خوابیده هم مریض بودیم، تصادف کرده بودیم، تمام اعضای بدن ما زده و زخمی بود، با حرکت چشم باید بخوانیم، داخل ترن باید بخوانیم، داخل هواپیما باید بخوانیم، داخل موتر باید بخوانیم. هیچ وقت ما نمیتونیم هیچ بهانه‌ای برای ترک نماز بیاریم. من مسافر هستم داخل هواپیما، وقت نماز میرسه چیکار باید بکنم؟ نماز باید بخونم. داخل ترن هستم باید بخونم. مریض هستم در رخت خواب افتادم، نمیتونم از جا بلند شم، میگم اونجا نماز بخوام، با اشاره دست و چشم و سر و اینا نماز بخوام. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خاطر همیست که در روز عاشورا وقت ابو سمامه سیداوی خبر وقت نماز بهش میدن، حضرت میفرماید صف جماعت تشکیل بدید، نماز خوف میخوانن. نماز خوف اول که قصر است به جای 4 رکعت 2 رکعت میخوانن، ثانیا به این شکل خوانده میشه، همون شکلی که پیغمبر آموزش داده به اینا. یک عده پاسبانی میکنن، یک عده نماز میخوانن. همین که امام حسین به نماز میسته، یک عده پاسبانی میکنن که لشکریان عمر سعد و شمر حمله نکنن. این عده‌ای که استاد شدن یک مرتبه میبینن که به سمت آقا ابی عبدالله تیراندازی میشه. کسی خود رو در کنار آقا ابی عبدالله علیه السلام قرار میده، تیر به بدنش اصابت میکنه، 1 2 تا 3 تا 4 تا که به زمین میفته. اینها رو میگن یاران ابی عبدالله، اینها رو میگن پیروان ابی عبدالله، اینها رو میگن دوستان ابی عبدالله که نماز به یادش میده و در وقت نماز خود را سپر امام حسین قرار میده. بنابراین ما ببینیم که امام حسین اصلا فلسفه قیامش چیست؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف. میگه که من میخوایم امر به معروف بکنم یزیده، نهی از منکر کنم و اسیر به سیرت جدی، به سیره جد خود پیغمبر خدا و پدرم علی حرکت میکنم. یک جمله بسیار بسیار زیبا از ابی عبدالله، یک صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت میفرماید انما الحیات عقیدة و جهاد. ما از امام حسین سوال میکنیم آقا ابی عبدالله شما حیات و زندگی رو برای ما معرفی بکنید که حیات و زندگی چی است؟ میفرماید حیات و زندگی معنایش اینه، 2 چیزه، 1 عقیده داشته باشید، دوما برای عقیده تلاش کنید، جهاد کنید. جهاد به معنی تلاشه. خب اگر ما واقعا عقیده داریم که شیعه هستیم، عقیده که تنها به سینه زدن که نیست، در راه عقیده خود تلاش کنیم. تنها به روزه خواندن که نیست، تنها به سخنرانی کردن که بنده اینجا بیایم برای شما سخنرانی کنم، بعدم بگویم که بله و بسیار شیخ خوبی هستم، رفتم 1 4 تا منبر رفتم برای دوستان عزیز در شهر هنوور. وظایف دیگری دارم، عقیده دارم، برای عقیده خود جهاد بکنم، تلاش بکنم در راه این عقیده. ما واقعا اگر عقیده داریم که باقیات الصالحات کاری خوبی است که قرآن میفرماید و باقیات الصالحات خیرون، بهترین چیز باقیات الصالحات، همین مرکز رو ما میکنیم برای این عقیده‌ای که داریم برایش تلاش بکنیم تا این ساخته شود. ما نیاز به ساختن این مرکز داریم. الان شما جا ندارید، در یک جای بسیار، در یک فضای تنگ، همشیره هم در یک فضای تنگ دیگه به سر میبرن، امکانات در اینجا کم داریم، آستین بالا بزنیم، تلاش کنیم، جهاد کنیم. همین جایی که به اصطلاح مرکز و کانونی است که دور هم جمع میشیم، از خدا و پیغمبر و قرآن و ابی عبدالله و اهداف زندگی میگیم، همینجا رو بالاخره برای خود آماده بسازیم. انما الحیات عقیدة و جهاد. یاد ما باشه جهاد کار بسیار سخت و دشواری است. کسی که عقیده داره باید در راه پاسداری از عقیده خود باید تلاش بکنه. بله جوان هستیم، شهوت داریم و واقعا یک چیز واضحه، این کار نمی کنیم. جوان شهوت داره، چیکار باید بکنه؟ ما باید راه صحیح به اصطلاح اطفای شهوت خود رو پیدا بکنیم.
جوانیم باید شوق و شادی داشته باشیم، ولی حضرت عباس سوگند که راه شوق و شادی کردن مشروب خوردن نیست. میتونیم راه دیگری بهتری پیدا بکنیم. جوانیم باید لباس شیک بپوشیم، خب بپوشیم. به دختر خانم‌ها عرض میکنم زیبا بودن و شیک بودن به این نیست که ما مثل غربی ها برهنه شویم. این جز فرهنگ ما نیست، این جز هویت ما نیست. اصلا برهنگی، شما عکس های 70 سال پیش همین آلمان نگاه بکنید، چی تعداد مردم برهنه بودن. ببینید دامنهای بلند نگاه میکنید، شما وقتی به عکس ها نگاه میکنید اصلا تعجب میکنید اینجا اروپا بوده یا مثلا کشور ایران و افغانستان و پاکستان بوده. اصلا ما چیزی به نام لباس تنگ یا لباس کوتاه برای خانم ها نداشتیم، ولی الان میشنویم که در اینجا در مدارس و بعضی از دختر خانم ها انتقاد شده از طرف مدرسهش که اینا چرا لباس های تنگ نمیگوشه، لباس های اینا روز به روز گشاد شده میره، لباس های اینا دراز و بلند شده میره. ما خود رو نباید گم بکنیم. ما یک فرهنگی داریم، یک هویتی داریم، این فرهنگ و هویت خود حفظ بکنیم. شما خیال میکنید اینجا اگر ما هر مقداری که بیشتر به سمت برهنگی و عریانی پیش بریم مثلا اینها تحسین میکنه که آفرین؟ نه، باور کنین هر مقداری که ما هویت خود حفظ کنیم، فرهنگ خود حفظ بکنیم، اینا پشت سر ما میگه بله اینا اصالت داره، میگن که اینا اصالت داره. اما هر مقداری که به سمت اینا بریم مسلمه که میگه اینا به هویت و به اصالت. ما خوبی ها از اینا یاد بگیریم. اینها خوبی نیست، برهنگی خوبی نیست. درس بیشتر بخونیم، نمرات بیشتر بگیریم، تحصیلات عالیه داشته باشیم، رقابت بکنیم در عرصه علم و دانش. دخترای ما، پسرای ما مدارک بالاتر بگیریم. اینا اگر به اصطلاح دیپلمش گرفتن ما ماستریش بگیریم، ماستری گرفتن دکترایش بگیریم، در تحصیلات رقابت بکنیم، در عرصه‌ها رقابت بکنیم، فکر خود به کار بندازیم. میتونیم ممکنه جوانای ما بتونن چیزهای جدید اختراع بکنن، در عرصه اقتصاد تلاش بکنیم. نباید ما خود رو ببازیم و لذا متوجه باشیم انما الحیات عقیدة و جهاد. زندگی اینه که ما عقیده داشته باشیم و در راه عقیده خود جهاد بکنیم. الان ما به چی چیزی عقیده داریم؟ به چی عقیده داریم؟ آیا واقعا به خدا عقیده‌مند هستیم، به خدا یکتا؟ آیا ما به قرآن عقیده‌مند هستیم؟ آیا ما به هویت خود عقیده داریم؟ آیا به دین و مذهب خود عقیده داریم؟ خب اگر داریم برایش جهاد را تلاش بکنیم. خب چند نکته مختصر به عرایض بنده تمام. فلسفه عزاداری چیه؟ آیا فلسفه عزاداری اینه که واقعا ما صرفا دور هم جمع شویم، مداحی بکنیم، روزه‌ای بخوانیم، سینه‌ای بزنیم، سخنرانی بکنیم؟ اصل فلسفه عزاداری یکش زنده نگه داشتن نام امام حسین. زنده نگه داشتن نام امام حسین هم به ایه که ما بتونیم حسینی زندگی بکنیم، یعنی در خط ابی عبدالله باشه. دومش ترویج اهداف امام حسین. ما وقتی که میاییم اینجا عزاداری میکنیم، فلسفه عزاداری اینه که ما اهداف امام حسین رو رواج بدیم. امام حسین اهدافش چی بود؟ نه اینکه ما اهداف امام حسین رو فراموش بکنیم بعد خیال کنیم که ما عزاداران حسین. سوم، فلسفه عزاداری بیداری و آگاهی است. ما باید دور هم جمع شویم. ما بسیار تأسف میخورم، ما همینجا بحث خانواده رو 1 ساعت داشتیم، راجع به آسیب شناسی خانواده صحبت میکردیم. حداقل 20 نفر در بیرون استاد بودن. خب شما که زحمت میکشید، تشریف میارین، از راههای دور میایین، خب چرا اونجا جمع بشید؟ اینجا بیاین با ما بشینیم، تبادل افکار بکنیم. ما شاید بتونیم از نظریات شما استفاده بکنیم. این همه راه را میاییم آخر در بیرون اجتماع میکنیم. حالا یک تعداد وظیفه دارن، مسئولین انتظامات اینجا هستن، آشپزن، یک سری کارهای دیگه دارن، امنیت شما رو میگیرن، غذا برای شما آماده میکنن. ولی کسانی که فرصت دارن چرا اونجا اجتماع کنن؟ اینجا بیاین بشینیم. اصلا تریبیون امام حسین تریبیون بیداری و آگاهی است. حالا بنده اگر خیلی حرفای جذاب نبود و به درد شما نمیخورد، خب یک کسی رو پیدا میکنیم که حرفایش جذابتر باشه.
شما در بین شما افراد تحصیل کرده هست، افرادی هست که میتونه حرفای خوبی داشته باشد. این تریبیون بیداری است. پس فلسفه عزاداری یکی دیگرش آگاهی یافتن و آگاهی بخشیدن و بیدار شدن است. معرفت افزایی نسبت به دین و مکتب. ما که اینجا جمع میشیم باور کنین هدف گریه کردن نیست. گریه کردن چاشنی این محافله. هدف سینه زدن نیست. سینه زدن چاشنی این محافله. اما هدف چیست؟ هدف اینه که ما اینجا بیاییم معرفت دینی بیاموزیم. اینجا ما بیاییم با مکتب خود، با دین خود، با فرهنگ خود، با هویت خود، با اصالت خود آشنایی پیدا بکنیم. و هدف تقویه روحیه ظلم ستیزی است در برابر تمام ظالمانی که در دوروبر ما هستند، ظالمانی که امروز متاسفانه انسانها را به طور بسیار فجیعی به قتل میرسانند. این محافل برای اینه در بسیاری از کشورها واقعا روحیه شجاعت و شهامت و ظلم ستیزی را برای ما و شما میده. خود ابا عبدالله فرمود اینی لا اری الموت الا السعاده والحیات مع الظالمین الا برما. من اینی لا اری الموت، من موت و مرگ در راه خدا، در راه اهداف عالیه مکتب خود را جز سعادت چیزی دیگری نمیدانم. و زندگی کردن پس در با ظالمین را که ظلمش را بپذیرم جز بدبختی و خفت چیزی دیگری نمیدانم. خب امام حسین یک انسان آزاده است. فرق است بین انسان آزاده. میدونیم چرا امام حسین نامش 14 قرن زنده مانده؟ نه اجازه بدین دیرم نشه، بسیار به طور مختصر یک نمونه را عرض میکنم، خود شما قضاوت کنید. 2 نفر را طارق ابن زیاد فرمانده مسلمان ها را در عبور از تنگه جبل الطارق روشش را به شما عرض میکنم و شب عاشورای ابی عبدالله. وقتی که طارق ابن زیاد میخواست از اون تنگه‌ای که بعداً معروف به جبل الطارق شد عبور میکرد، سپاه و لشکر خود را، کشتی های خود را وقتی که اونجا رسان، وقتی که از این تنگه عبور کردن به خشکی رسیدن، دستور داد تمام کشتی ها را آتش بزنید. تمام کشتی ها را آتش زدن. گفتن آذوقه برای 24 ساعت نگه دارید مواد غذایی. ما بقی هرچی بود آذوقه را آتش زدن. اون وقت پشت کرد به دریا، رو کرد طرف لشکریان خودش، گفت سربازانم، عساکر من، پشت سر ما دریاست، پیش روی ما دشمن. ما 24 ساعت دیگه بیشتر غذا نداریم. بعد از 24 ساعت هر کسی که زنده بمانه و بر دشمن پیروز نشه و از گرسنگی هم بعداً خواهد مرد. اگر فرار کنیم دریا پشت سر ماست، کشتی هم نداریم که ما رو بذاریم، بازم مرگ است و غرق شدن. تنها راه پیروزی اینه که ما باید حمله کنیم بر دشمن و دشمنان خود رو بکشیم و نابود کنیم و زندگی خود رو تضمین بکنیم و از همین طریق موفقیت به دست آورد. اما امام حسین چی کار میکنه در شب عاشورا؟ در شب عاشورا وقتی یاران خود جمع میکنه، سخنرانی میکنه، آقا ابی عبدالله میفرمایید همین چراغا رو میگن خاموش بکنن، چراغا رو خاموش میکنن. اون وقت صدا میزنه حضرت، میفرماید که حالا که چراغا خاموش شد هیچ کس از دیگر شرم نمیکنه، خجالت نمیکشه. هر کس میخواید از این بیابان، از این صحرا بره، دست دوست، رفیق، خانواده خود گرفته بره. این لشکریانی که اینجا همه میکنن فقط به من کار دارن. فردا وقتی صبح شب ببینه که معصوم و احدی از شما کار نداره، هیچ کدام شما رو تأخیر نمیکنه. من بیعت خود را از همه شما برداشتم و همه شما آزاد هستید. ببینید منطق آزادی با منطق اجبار چقدر فرق میکنه. آقا ابی عبدالله میفرماید من بیعت خود را از همه شما برداشتم، چراغ را خاموش کردم، برید بر طرفی که برید. و رفتن هم، حالا عده‌ای هم رفته بودن، اما میبینیم که یک عده‌ای اینجا بلند میشن به یاری ابی عبدالله. ابوالفضل العباس میگه که آقا جان ما دست از تو بر نمیداریم.
ما در کنار تو هستیم. حبیب ابن مظاهر میاد اعلام آمادگی میکنه که آقا جان ما میخوایم در رکاب تو به شهادت برسیم. قاسم اونجا چیزی میگه، علی اکبرش حرف دیگر میزنه. همه اینها ابراز وفاداری میکنن و اینه که نام امام حسین زنده میمونه. همه اینها در شب عاشورا آمدن خدمت آقا علی عبدالله که آقا جان ما میخوایم در رکاب تو به شهادت برسیم. این وضعیت شب عاشورا. شب عاشورا در وضعیت گذشت که صدای تلاوت قرآن از خیمه ها بلند بود. یک تعدادی از اینها در اون نیمه های شب شمشیرها رو برای فردا تیز میکردن. یک تعدادی از اینها در اون لحظات شب سر بر سجده گذاشته بودن و با خدای خود مناجات میکردن، چون اصلا جنگ بنا بود روز تاسوعا شود. ولی امام حسین یک شب مهلت گرفت که به ما مهلت بدین که امشب میخواییم با خدای خود مناجات بکنیم، با خدای خود راز و نیاز بکنیم. خب شب عاشورا گذشت، فردا رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله.